خدایا سپاسگزارم که امروز را با قلبی سرشار از اشتیاق آغاز کردم. شکرت که فرصت دادی توانایی هایم را بروز دهم و مسیر رویاهایم را محکمتر بسازم. الهی ممنونم که امروز همزمان با آرامش درون قدرت تصمیم گیری و عمل درست در من جاری کردی. شکرت برای نشانه هایی که راه درست را به من یادآوری می کنند. امروز برای من روزی است پر از حرکت، شکوفایی و گشوده شدن درهای تازه. خدایا سپاسگزارم که زندگیم هر لحظه غنی‌تر، زیباتر و پرمعناتر می شود. اگه تو هم دوستش داری یه قلب بهش بده و یه متن خوشگل براش بنویس.